عادت این رژیم جنایتکار سفاک خونخوار بر این هست که مستضعفان را به این صورت به قتل میرسون. این بلا شک قتل عمد هست، هیچ توجیهی نداره. بدون هیچ محاکمه‌ای مولانا موسی رحیمی در زندان زیر شکنجه کشته شدند. این یک روحانی دینی بود، هیچ جرمی جز دفاع، هیچ جرمی جز احیای شعائر دینی نداشته. دفاع از همسران رسول الله در ایران جرم به شمار میره، دفاع از مقدسات از اصحاب رسول الله جرم به شمار میره. اما بلا شک کشته شدن مولانا موسی رحیمی در زندان اطلاعات بندر عباس بدون هیچ محاکمه‌ای، بدون هیچ نوع دادگاهی که صورت گرفته باشه، یک جرم نابخشیدنی است و گناهی است که به هیچ عنوان این گناه مسکوت گذاشته نمیشه. شبکه جهانی کلمه از این شخصیت دفاع خواهد کرد و این موضوع رو رسانه‌ای خواهیم کرد و به صورت گسترده به این موضوع میپردازیم. در قانون، در رژیم ایران، در وضعیت فعلی دقیقاً میشه گفت که سیستم ملوک و طوایفی است. مدیر اطلاعات خود به عنوان یک رهبر، یک قانونگذار، یک مجری، یک آتش به اختیار، به تعبیر اون اعلی حضرتشون سلطان علیشون گفته بود شما آتش به اختیار هستید، هر کسی دلتون خواست بکشید. کسی نیست که بگوید چرا کشتید و اسم این رو میذارن نظام عدل علوی. عدل علوی اینه که شما بکشید، هر کسی غیر از خودتون بود را بکشید. نه حکمی، نه دادگاهی، نه بررسی، نه محاکمه، نه هیچ پرونده‌ای در کار نخواهد بود. اما یک مطلبی که بایستی گفت، این جرمی که امروز توسط اطلاعات بندر عباس صورت گرفت و مولانا موسی رحیمی شهید شد، دقیقاً همان پرونده‌ای بود که علیه شهید محمد صالح ضیایی صورت گرفت که بدون هیچ محاکمه‌ای در فرمانداری لارستان به شهادت رسید و قطع شد و مولانا موسی رحیمی هم همین اتفاق برای ایشون تکرار شد. اما طبیعت حال مرگ حق و انسان نهایت امر از این دنیا میره، اما چیزی که باقی میمونه یاد این بزرگان باقی خواهد موند و اینها به عنوان یک اسطوره مطرح خواهند شد و خون مولانا موسی رحیمی سبب خواهد شد که منطقه شرق هرمزگان، منطقه محروم سیریک و غیر ذالک من حیث دینی بیدار بشن. مساجد و مراکز دینی اگر تا حالا گسترده نبود گسترده تر بشه. اهل سنت متوجه بشن که دارن مورد هجوم قرار میگیرن. بلوچ ها متوجه بشن که اونها به جرم بلوچ بودن اونها دارن تصفیه میشن، به اونها شناسنامه داده نمیشه، اونها به گلوله باران در واقع بسته میشن، اونها تبعید میشن. اگر هم دفاع کردن، اگر اعتراضی گرفتن، به جرم اشرار اونها اعدام میشن. اعدام های فله‌ای به انتقام، نمیدونم اون نمرود کی بود، نمیری بود که در عربستان سعودی اعدام شد، اعدام های فله‌ای صورت میگیره. یا نمیدونم این چنین مواردی که در ایران در زندان های بلوچستان زیاد دیدیم به جرم بلوچ بودن و این در ایران ما جرم است. اما این اتفاق سبب میشه که غیرت بلوچ ها به جوش بیاد و بلوچ ها به در واقع اون دین و مذهب و آرمان خود چنگ بیشتری بزنن. فعالیت های مذهبی اگر تا حالا زیاد گسترده نبود گسترده در خواهد شد. خونی که ریخته شد، این خون محاله که بتونه در واقع بیهوده انسان از کنارش بگذره و فراموش کنه.